با سلام خدمت شما و تشکر از یوسف اردلان عزیز که این وقت رو گذاشت و این گفتگو رو با هم میتونیم انجام بدیم در مورد روند انقلابی 55 تا 57 و اینکه چطور این روند در مجموع به دست اسلامی یا مذهبی افتاد یه گفتگو خواهیم داشت. ولی پیش از اینکه گفتگو رو شروع کنیم لطف کنید برای ما و بینندگان بگید که تو مقطع تو آستانه قیام حدوداً چند ساله بودید، چی کار میکردید، کجا بودید و آیا با جریان خاص سیاسی در تماس بودید که بشه یه تصویری از اون وضعیت داشته باشیم که شما چه تجربه‌ای رو اون دوره داشتید. بفرمایید. با سلام و تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و تمام کسایی که این برنامه رو خواهند دید. به شما عرض کنم من در مقطع 57 که میشه 1357 میشم 34 ساله تقریبا، متولد 23 هستم و از نسل در واقع بعد از یعنی اون انفصالی که در بعد از حزب توده شده، یعنی از سال 41 به بعد 41 من اولین تجربه بازداشتم در رابطه با 16 آذر دانشجو شدم دارم و در اون مقطع تا بعدها جزء اون به اصطلاح نهله فکری بودم که معتقد به فعالیت توده‌ای تشکیلاتی بودم، یعنی با خط اون وقت زمانه در واقع مشی چریکی، بعدا ما رو خط 3 می نامیدن یا اون موقع ماویست می نامیدن یا هر چی، در اون تیپ بودم. در هر حال ما در مقطع 55 تا 57 رو در زندان بودم، چون از سال 50 تا 57 3 بار بازداشت داشتم، چون آدم مشکوکی بودم. خوشبختانه چیزی ازم گیر نمی آوردم، ولی بالاخره 54 پرونده شد و دیگه از 54 4 سال در 3 سال بیشتر در زندان بودم، ولی بعد از اونش هم 2 تا حدود 7-8 ماه بود، یکیش 11 ماه یکی 4 ماه. قبل از اون زمانش ها بازداشت‌هایی داشتم. منظور این که جز اون تیپ کسایی بودم که درگیر دو مسائل اجتماعی و از سال 54 تا در واقع 55 57 رو در هر صورت در زندان انعکاسش رو میدیدیم در شرایط اجتماعی بیرون رو، از نحوه و کسایی رو که میگرفتن. اولا شدت بازداشت ها و اندازه محکومیت ها به شدت بالا رفته بود از 55 به بعد و مسئله در با یه مقدار ظاهرا همون میشه گفت نرمش و قاطی بودن حکومت با خود جریان دینی هم به چشم میخورد. حتی این کروبی و انواری و عراقی و اینا با یک تشکری از اعلی حضرت اومدن بیرون و تعداد کمیشون، ولی بازم تو زندان مونده بودن مذهبی ها. اما مذهبی ها رو ما اون چیزی که همه نمیدیدیم، تشکلی منسجم و سالیان سال، یعنی قرن نه سالیان سال، وجود داشته. اونم تشکل از مرجع تقلید تا مقلد، یعنی حوزه حق امام بگیر. اینا کلاس میدیدن، دوره میدیدن برای مذهبی، یعنی حاکمیت مذهب در جوار حاکمیت اسلامی از مشروطه به بعد حاکمیت در واقع سویلش که قجر باشه منتقل شد و مشروطه شد، ولی نیروی مذهبیش همینجوری، نیروی سیاسی مذهبیش همینجوری زنده موند و مرجع تقلید تا به اصطلاح مقلد که عبارت بود از سالی 2 ماه حداقل طلبه ها میرفتن برای کارآموزی توی پور دهترین جاها و پرترین دهات برای جمع کردن حق امام و صحبت کردن و یاد گرفتن. این تشکل قوی بود
همیشه هم رو حکومت تأثیر گذاشته ولی مستقیما سیاسی نشده بود. اما در واقع 57 میشه گفت این تشکل، این تأسیسات در واقع شبکه اسلامی که مرجعش میشه مراجع تقلیده شکل سیاسی شد. وقتی که این سیاسی شد دیگه سال 57 واقعا همون شد که دیدیم. یعنی کاملا معلومه اتفاقات بیرونی، گوادلوپ، تمام اینا هست ولی اونا بر اساس یک واقعیتی اون انتخاب رو کردن. مسئله این نیست که اگر یه چیزی رو حکومت بیرونی تصمیم بگیره در ایران انجام شدنی باشه. زمینه و اون زمینه مذهبی که از دید همه پنهان بود، از دید هممون پنهان بود. این نکته‌ای که کمتر هم بهش توجه میشه. خود موجودیت از تفکر اسلام سیاسی یا حاکمیت سیاسی اسلام در ایران وجود داشته و نادیده گرفته میشد. و الا همیشه هم شاه در زمان پهلوی در تکمیل و در واقع مکمل همین وضعیت اسلامی بود. من همیشه یک تشبیه خیلی سمبولیک رو میگم. در همون دانشگاه تهران زمینی بود وسط دانشگاه، 2 زمین ورزشی خیلی تاپ بود. یکیش زمین تنیس بود که خیلی مدرن و درجه بالا، یکیش هم زمین فوتبال. زمین تنیس رو در زمان شاه مسجد ساختن و میدان فوتبال رو در زمان جمهوری اسلامی کردن مصلی. یعنی تکمیل کردن، این مکمل هم دیگه. برای من چون اونی که میگم زمین بسکتبال، چون سال 41 رفته بودم دانشگاه، 42 مسجد رو ساختن و برام زندگی کردم باش و اینی که میگم مکمل هم دیگه با این حکومت. و ما این رو در واقع میگم خیلی کسا بودن که این رو ندیدیم. ولی رشد مسائل جنبش‌های اجتماعی که همه اومد در واقع از سال 55 به بعد به طور کلی فضای نوین اجتماعی، یعنی تفکرات جدید اجتماعی گسسته از حزب توده که سال 32 تموم شده بود کاملا چشمگیر بود. یه موج نوعی بود، موج نوعی چپ و سوسیالیستی که میخواست بیاد. و اتفاقا این نکته خیلی مهم بود در اینکه دیگران بخوان جلوی انقلاب رو، این رشد انقلاب رو در ایران بگیرن و در واقع تونستن، چون زمینه وجود اون مذهبی ها رو داشتن و این کار. من میخوام قبل از اینکه جلوتر بریم و مشخص به 55 تا 57 برسیم، این اشاره که شما کردیم برای ساختار روحانیت، اون شبکه اسلامی، اتفاقا من هم در حد موقعی که دیگه تو انفرادی سال 61 بودم و داشتم نوع کار کردن شبکه روحانیت از کتابای اونها میخوندم، تازه اون اختاپوس و شبکه سرطانی که ساختارهای مذهبی همونطور که گفتید از زمان مشروطه یا قبل از اون، از سالها صدها سال قبل شکل گرفته، اون رو به اصطلاح برای اولین بار به طور ملموس میشد دید. یعنی کسی که با ساختارهای تشکیلاتی آشنا باشه میدید که اونها به سبک خودشون شبکه‌ای داشتن که امکانات مالیش از طریق خمس و زکات یا اوقاف رژیم شاه گرفته بودن یا دورای قبلی. قوانین مدنی رو تحت سلطه خودشون داشتن. یه شبکه‌ای از مساجد داشتن، به اصطلاح کادرسازی‌های خودشون رو از طریق حوزه‌های علمیه و اون من دیدمشون مثلا از 9 سالگی 10 سالگی از روستاها بچه‌هایی که براشون هزینه خانواده سنگینه میارن، یه پولی کمی میدن تو حوزه علمی تربیت میکنن، به عنوان 20 ساله به عنوان روحانی یا آخوند جدید میفرستن تو جاهای مختلف. یعنی یه بودجه‌ای داره، یه سازوکاری داره که میتونه خودشو هی بسازه و گسترش بده. بعد از به قدرت رسیدن هم که علاوه بر اون ساختارهای صدها ساله مذهبی، قدرت سیاسی و اقتدار نظامی رو هم در اختیار خودش گرفت و یک تمرکز به اصطلاح مرگاور رو برای جنبش‌های اجتماعی و مبارزه اجتماعی طبقاتی به وجود آورد. تو این زمینه آیا قبل از 57
دیدی بود، تحلیلی بود که این ساختارها رو هشدار بده، حالا خواه چپ باشه خواه از برای متفکران باشن که مستقلن ولی این ساختارها رو هشدار بدن به جامعه، یا اینکه همچنان این اختاپوس پنهان بود تو اون دوره؟ به نظر من این اختاپوس پنهان بود. وقتی که از تحریم تنباکو زمان ناصرالدین شاه میرزای شیرازی میگه استعمال دخانیات، بدیوم استعمال دخانیات ممنوع، حتی در دربار برای ناصرالدین شاه قلیان چاق نمیکنن، میگن آقا گفته حرامه. این تأثیر عظیم رو اون وقتا مترقیانه تصور کردیم و تا حالش هم تمام بزرگانمون، تاریخ نویسامون، چیزایی که ما گفتن، در حالی که از همون موقع این تسلط، این واقعیت شوم وجود داشته. در زمان رضا شاه درست ظاهرش، رضا شاه با بعضی ظواهر در واقع مدرن پند داده بود و در واقع ظاهر میکن مثلا مخالف سینه زنی یا بعضی چیزا شده بود و یا کشف حجاب اجباری یا چیزی شبیه این، ولی در واقع مکمل هم دیگه بودن. بله عقب نشینی از نظر ظاهری چیز بود، مسلمانا بود، ولی وقتی که جابجایی شد، فراموش نکنم که خود رضا شاه به عنوان شاه بنا به پیشنهاد اون موقع نجف و حوزه در واقع علمیه که مرکز اون موقع نجف بود صورت گرفت. رضا شاه چیز بود، جمهوری خواه بود، میخواست جمهوری بکنه، خودش رو سلطنت قجر رو برداره. در واقع پروسه اینجوری بود، اما نجف بود که مخالفت میکرد با این و سلطنت رو در سفری که رفت به نجف و برگشت، سفر به اصطلاح اصلا برگشت و پادشاه خواه شد و سلسله دیگری رو بنیان گذاشت. منظور این پیوند متقابل نبود. مخالف همدیگه ممکنه باشن در ظواهری، ولی مقابل همدیگه هیچ وقت نبودن. در زمان حکومت پهلوی دوم هم میبینیم که متمم قانون اساسی اصلا مذهب دین شیعه و خیلی از موارد دیگه به شریعت رو وارد کردن و تمام مواردی که اشاره صحبت زیاد میشه کرد، از کشتن نمیدونم کسروی بگی تا تمام کارهای دیگه که فدایان اسلام میکردن و ارج و قروی که نمیدونم بروجردی داشت و فدایان اسلام اون موقع ایراد به بروجردی از این داشتن که چرا در سیاست دخالت نمیکنه و یا کاشانی در مسئله نفت و خیلی موارد دیگه. این میگم پیوند این وجود داشته، هیچ وقت نبوده و الان به جای رسیده بود که دیگه به اینجا رسیدن که خودشون حکومت بکنن، اون قسمت سیویلش رو کنار بزنی، شرایطش اینجوری فراهم شده بود و موقعیت بین‌المللی هم بهشون اینجوری کمک کرد. یعنی همه موارد در اون موقع بدون اینکه بگیم دل بخواه باشه یا ارادی باشه، ولی شرایط ایجاد شده بود به اونا این کار کردن. من میخوام با این پروسه که عرض میکنم چیزی که بعداً هم میبینم هم مثلا خودم اون موقع هیچ کسی این گونه نگاه نمیکرد تاریخ رو، هیچ کس نگاه نمیکرد اینجور، ولی الان فکر کنم خیلی وسیعه اینجور نگاه کردن و دیدن این پروسه. من میخوام یه مقدار مشخصتر بیایم جلو. 55 تا 57 اون پشتوانه‌های تاریخی رو صحبت کردیم. با تجربه خودتون چطور اونها تونستن در حقیقت نیروهای روشنفکری، نیروهای چپ رو کنار بزنن در این جنبش؟ یه روندی بود که یک روزه نبود، آروم آروم در حقیقت جلو اومدن و بعد یهویی دیگه از شهریور 57 یا به خصوص ماهای آخر هر نوع نظر یا اعتراض دیگر حداقل من تجربه که از تهران دارم خفه میکردن. ولی علاقه دارم شما هم تجربه شخصی خودتون رو هم یه مقدار میدونم چون با کردستان آشنا هستین و تو گفتگوهای دیگر رفقای مناطق دیگه ما پرسیدیم اونجا چطور بود وضع و تجربه خودتون چجوری اینا خورد مثل سرطان کل این جنبش انقلابی رو به تباهی کشوندن.
این مسئله که عرض کردم که این وجود داشتن، به طور وسیع وجود داشتن ولی سیاسی نشده بود. یادم این حتی در دادگاه حزب ملل اسلامی که سال 46 بود بکنم بود، در هر صورتی که دوستای خودم که چون فامیلشون بود در اون دادگاه بود و قصه خودشو داره، حتی در جلسه دادگاه اونا هم برای تماشاچی رفته بودن و چیزی نبودن از نظر وسعت بگیم سیاسی در زمین اجتماعی، اما از نظر موجودیت اجتماعی بیگمان بودن. و این اسلام سیاسی عرض کردم از وقتی که ما یه وقت ببینیم میرزای شیرازی رو مترفیانه تلقی بکنیم برمیگرده به همین مسئله و گویا این جریانات مذهبی رو اصلا میتونیم به صورتی و از بس هم زیاد بودن دیده نمی شدن. این نکته مهم بود و وقتی که شرایط برای چپ درست رشد کرد به خاطر هم جلوگیری از وضعیت چپه که اون تصمیم رو گرفتن و شد، ولی چپ داشت رشد میکرد، یعنی انقلاب داشت رشد میکرد و بیگمان انقلابات دنیا به طور کلی، انقلابات در زمان سرمایه داری جواب چپ میخواد، این حرفی درش نیست و دیدیم که در اون موقع یک میتونم بگم یه سونداژی در 28 مرداد 57 شد، اونم آتش زدن سینما رکس بود. وقتی که به اون وسعت در واقع جنایتی که همین اسلامیا کردن با عنوان سونداژ که آشوب به پا بکنن با اون طور وسیع گرفت، فکر کنم اونا کار خودشون دیگه شروع کردن و فهمیدن که اگر چنین کاری رو بکنن گفتن که سابقه کرده و هم قبول کردن. آدم در زندان ها هم اعتصاب غذا میشد براشون. این تقویتش در جریان همون مسئله بود و بعد فرض کنیم کسی مثل آقای منتظری در زندان فرمان یعنی تکفیر میکنه و فتوا میده که نماز مخونا حتی کمونیستا چپ ها در زندان اصلا نجسن، 2 نجسن، یکی این که مسلمان نیستن مرتدن، از پدر مادر مسلمان بودن مرتدن، دوم اینی که کمونیستن و این رو هیچ کسی جدی نگرفت و حتی اون یکی از به اصطلاح مبارزین حساب میشه. وقتی این تفکر وجود داره میشه عواقب وخیمش رو در جامعه عام میشه دید. و اما اشاره به مسئله کردستان کردید. در کردستان خب قدمت مبارزات در واقع یه مقدار میشه گفت بگی آزادی خواهان در کردستان به 100 ساله گذشته برمیگرده، به از آغاز حکومت رضا شاه. یک خصوصیتی رو که واقعا نمیشه الان رفت درش که چرا، حالا من نظر خودم میدم، ولی مسئله اینی که فضای یعنی سپهر سیاسی کردستان، فضای عمومی سیاسی مردم تحت تسلط اسلام سیاسی نبود، یعنی شریعت و به اصطلاح اسلام بر فضای سیاسیش حاکم نبود، ولی مردم مسلمانن، تکایا زیاده، شیوخ هستن، تمام اینجور چیزا همش از مردم خودشون مسلمانن. اما شاهد وجود اومدن یک حزب سیاسی مسلمان نیستیم که موفق باشه، بلکه در یک چارچوبه در واقع مدرن سیویل حرکت سیاسی شروع شده بود. ما نمونه هاشو میبینیم در سال 25 24 25 جریان به اصطلاح جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری کردستان اعلام موجودیت کردن به وجود اومد. قاضی محمدی که متشرع بود، یعنی کتاب شرع می‌نوشت، دبیرستان چون تسنن کتاب شرع تسنن رو میخوند، تسنن کتاب شرع قاضی محمد رو خونده بود، جزوهی که با ما داده بودن، ولی وقتی که میاد کار سیاسی میکنه با پکل و کراوات میاد و تبلیغ دینی نمیکنه، کاری به اون نداره. ما این رو داریم و این خوشبختانه این فضای جدا از
حاکمیت سیاسی در کردستان این امکان رو داده بود که اگر در تهران، طبعا کردستان هم تابع سیاسی کل فضای ایران هم به جنبش اومده بود، فضای باز شده بود. و چه فضایی که چپ‌ها میتونستن حرف بزنن. مسئله اینه که با وجودی که صنعت نبود، کارخونه نبود، مبارزات کارگری نبود، اما نکته بسیار مهمی که بود اینه که هر کسی میتونست حرفشو بزنه، چه مسلمون که دیدیم حزب مسلمون یه حزب مساوات اسلامی اعلام موجودیت کرد که 2 سال قبل از اون در واقع زمینش در زمان شاه به وجود اومده بود و بقیه. و میبینیم که همه غیر مذهبی ها هم میتونستن حرف بزنن و این فضای آزادی خواهان در کردستان بود. میشه به گوشه گفت که تداوم انقلابی که در 22 بهمن در تهران خفه شد، تداومش رو ما میتونستیم در کردستان ببینیم که این رو هم هیچ کدوممون ندیدیم. نکته سر همین بود. همه توجه کردن که کردستان به صورت پشت جبهه بود. اتفاقا تمام اون موقع همه مشغول این بودن، هر چند نفری که بودن سازمانی را جدیدن یا به وجود بیارن، یا اگر زمان شاه اسمی بوده، چون واقعا تشکلی در زمان شاه غیر از یه مقداری بگیم مثلا مجاهدین که به یه ترتیب اون حساب جداست و بعدش بقیه امکانی تشکل نداشتیم که بتونیم تشکلی رو اعلام بکنیم. خود من با رفقای دیگه که بعدم به نام کمال اعلام موجودیت شد، تازه 4 روز بعد از کماله، ولی یه مقداری به ازا همون در واقع همبستگی محفلی اون زمان رو به حساب تشکل میذاریم، ولی تشکل نبود. نمیشه گفت تشکل به عنوان یک سازمانی که بتونه برنامه‌ای داشته باشه، برنامه حزبی داشته باشه، چی اینو که نداشتیم، هیچکی نداشت. و من چون ببخشید چون این سوال بخشی از همین سوال‌هایی که ما می‌خوایم طرح کنیم، اتفاقا در مورد کومله تو اون مقطع نه به عنوانی که حالا جریان‌هایی که به وجود اومد یا بحثی نیست، چون در جریان کار هستید، من میدونم در داخل کردستان تو اون موقع همونطور که میگید ما بعضی از مناطق مثل جنوب ایران، کردستان از حوزه مثلا اقتدار اسلامیون خارج بود و به تدریج اونجا سعی کردن خودشون رو حاضر کنن و تو اون مقطع میدونم شورای شهر سنندج شکل گرفت، بعدن کومله شکل گرفت. منتها همین که داشتید میگفتید میزان به اصطلاح وزنشون، میزان انسجامشون و آمادگیشون چقدر بود، تو چه مقطعی قبل از قیام شکل گرفت که بتونه تأثیر بذاره توی پروسه سیاسی که داره رخ میده، یا نه بعدن تازه نیروها تونستن با هم دیگه وصل بشن و به عنوان تشکل کار کنن؟ بفرمایید. مسئله به اصطلاح شورای شهر که مربوط در واقع قبل از قیام در جای، البته همه شهرها این تصور وجود دارن، ولی قبل از قیام اون جریانی در سنندج شورای محلات وجود اومد. یعنی عین همین چیزی که در تمام ایران به صورت در شهرهای دیگه ایران میگم به صورت کمیته ها که بعدن شدن، کمیته پاسدارا که بعدن شد، کمیته مساجد، جوونا جمع میشدن، ولی در جاهای دیگه همشون مسلمان ها بودن. البته قبل از قیام مسلمان ها غیر مسلمان ها بودن، ولی در سنندج به طور کامل کسایی بودن که ایده اصلا مذهبی نسبت به حرکت اجتماعی نداشتن. در نتیجه این کمیته ها به صورت شورای محله اسمگذاری شد، خودش اسمگذاری شد، پدیده مثل همه جا اولش خود به خودی بود، نتونه سازمان پیدا بکنه، هیچ تشکلی هم وجود نداشت که اینو سازماندهی بکنه و یا رهبری بکنه. این بود که مسئله شورای شهر تا مرحله قیام به این ترتیب بود. شورای محلاتی بود که میخواست شورای شهری رو به وجود بیاره که تا اون مرحله یه سوال دارم، شروعش چجوری بود؟ از پاییز 57 بود یا پاییز؟ یعنی لااقل اونی که من میتونم بگم دقیقا 55 من ابان 57 از زندان اومدم بیرون، طولی نکشید که اومده بودم گفتن که تجمع
به اصطلاح جوانان تو مساجد هست و بنده هم رفتم شرکت کردم. منظور این ولی تاریخی کسی هیچی ننوشت راجع بهش و یا چیزی را نوشته ای داشته باشی متاسفانه نیست و خیلی ها هستن که الان همه چیو فراموش کردن. از این بگذارید در این مسئله شورایش تا اون موقع بود. ولی اینی که کماله به اصطلاح محافلی که از سالهای قبل با هم دیگه در واقع ارتباط داشتن، ارتباط ها میتونم بگم محفلی بود، یعنی از سال بگیم 48 به بعد ارتباط های محفلی بین پاره از جوونا وجود داشت و اون عده که هم دیگر رو میشناختن که مبنای مرکزی هم بود و بعدش هم یک تصوری که اون موقع در همه جا بود که جوانای چپ سعی میکردن برن توی در واقع میگن تو مردم خدمت به خلق معروف بود اون مثلا شعار عمومی، یا برن تو کارخونه ها کارگری بکنن که و در کردستان که کارخونه نبود، کارگاه نبود، در نتیجه تمایل به همونطوری که تمایل رفتن به روستاها از طریق معلم شدن و آموزگار خوب بودن و تأثیر گذاشتن گسترش پیدا کرده بود، در همه جا می رفتن و اتفاقا اینا همشون اشاره خواهم کرد که این زمینه عمومی شدن و در واقع توده‌ای شدن همین مسئله کماله شد. و جوانایی که خودشونو کمال احساس میکردن یا فکر میکردن که با فلان کسک دوستن و اونها احتمالاً به اصطلاح تشکلی دارن، خودشونو به اون تشکل احساس به اصطلاح پیوند با اون تشکل میکردن. در مثل همه جای دیگه واقعا میگم تمام تشکل‌های دیگه چه سازمان حتی چریکا بگیریم با اون سطح تشکل نبود. به قول معروف میگه سفره ناگشوده بوی عطر و عبیر میده. بعد از قیام معلوم شد همه به تصوری که از یک تشکل دارن بهش ملحق میشن و بعد اون تشکل جدیده که در فرصتی نداشتیم که تشکیلاتی به وجود بیاریم که بتونیم عمل اجتماعی متشکلی رو ارائه بدیم و بعدش محاسبه بکنیم که چقدر تونسته عمل بکنه یا نه، اون رو نداشتیم. در کمال هم همینطوری بود، فقط فرق کماله در فضایی به وجود اومد که میتونست حرف بزنه. در روستاها معلماش به راحتی میتونستن حرف بزنن، مردم رو روشن بکنن. این خودش یکی از بزرگترین زمینه هایی بود که بعداً باش روبرو هستیم و اتفاقا این نکته خیلی مهم بود که معدود کسایی بودن ولی کمال جز اونا بود که قبل از قیام به این فکر رسیده بود که شرایط داره به طور قریبی به طرف تعویض حکومت پیش میره و در اون تعویض حکومت ما هیچی نداریم. چپ ما چیزی نداریم که بتونیم عرض اندام آنچنانی بکنیم و به خاطر همین باید سعی بکنیم تا اونجا که میتونیم خودمون آماده بکنیم برای حکومت بعدی که میاد اگر مخالفت ما رو انجام داد بتونیم در مقابلش پوز بگیریم و اتفاقا این کار کردیم. حتی مقداری که میگم از اون اسلحه‌هایی که به اصطلاح از کمیته ها و بندرسات از این حرفا بگم از پادگان ها گرفته میشد مقداری رو تونستیم جمع بکنیم، خیلی کم ولی جمع بکنیم. من میمونم از تهران از تایی برمیداشتم بردم سننداری شادم و تو 100 تا این کار کردم، در حالی که در اصل یکی از کسایی بودم که جزء کسایی که به اصطلاح مبارزه به اصطلاح من مبارزه چریکی شهری اون موقع رو آوانتوریستی میدونستم، ولی نه اینکه در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح مقاومت نشه. قهر انقلابی ضروری هستن، ضرورته. در هر حال منظورم که کماله جز اون اعداد رو اگه بگیریم کماله اون تفکری بود که اعتمادی نداشت به تعویضی که پیش میاد و دلخوش نبود به این تغییری که پیش اومد و اتفاقا در کردستان به یه طور دیگه پیش اومد. در مهابادش قبلا چون سابقه حزب دموکراسی وجود داشته با اونا تونسته بودن قبل از قیام برگردن و در مهاباد این حافظه تاریخی هست، همونطوری که کسایی که 20 سال پیشش
توده‌ای بودن دور حزب توده جمع می شدن در مهاباد و منطقه مکریان، بگیم کسایی که قبلا خودشون که پیر شده بودن یا برادر نمیدونم فامیلیشون داییشون عموشون اینا دموکرات بودن، اونا تمایل به دموکرات بودن پیدا کرده بودن و حول اون که کادرایی هم دیگه برگشته بودن از اروپا اونو داشتن. ولی و سازمان چریکای فدای خلق اونان یه جریانی که اسم داشت، مثل همون سفره که عرض کردم، وقتی که خیلی ها تمایل به اون چیزی که تو ذهنشون هست و اونو میخواستن در مثلا سفره اون موقع سازمان فدای چریکا، البته با درخشش جانفداهایی مثل تمام به اصطلاح عزیزانی که از دست دادیم، در قبال اون خیلی به در واقع سازمان چریکا تمایل داشتن. اما در اون میان عده زیادی بودن که نه تمایلی به حزب دموکرات داشتن، نمیخواستن جلب فضای به اصطلاح موج سازمان چریکای فدای خلق بشن و اینا اینجا که میگه اینا بودن که در واقع ماده مبنای اصلی همین به اصطلاح وجود اومدن عنوان به اصطلاح اعلام موجودیت کومله رو سبب شدن. یعنی اون محفل اصلی در واقع محافل اصلی یا محافلی که زمان شاه وجود داشته خیلی متحرک نبودن، نمیتونم بگم متحرک بودن، اما بودن و بر اساس همون محافل ولی پیوسته و آشنا با هم دیگه تونستن پیشنهاد این به اصطلاح کومله رو بکنن که اولش به صورت جمعیت‌های بدون تشکیلات، این جمعیت به عنوانی که تمام تشکیلاتی که غیر از دموکرات و غیر از خط به صاحب به توده و شریک بودن، اینا در اون جمعیت‌ها فعالیت خودشون رو بلافاصله آغاز کردن و در اون جمعیت‌ها استحالش به تشکیلاتی دیگه میگیم که تشکیلات کومله که موجودیتش رو در واقع درست 26 بهمن اعلام موجودیت کرد. ولی اون چیزی که کومله رو به صورت کومله به صورت تشکیلات منسجم مشخص عنوان کرد، یکی مسئله راهپیمایی مریوان بود، یعنی کوچ مریوان بود، یک سیاست مشخص معین. چمران و ابو شریف اومده بودن که شهر مریوان رو تسخیر بکنن، بدن دست اسلامیا. اون موقع اسلامیا رو حتی داشتن این پیشمرگ کرد و مسلمان رو تربیت میکردن. به شما عرض کنم بدن دست اونا که مردم یک جست بسیار بزرگ مدنی کردن که از شهر رو بیشتر از نصف یا جمعیت شهر از شهر رفتن بیرون، گفتن ما جنگ نمیخوایم ولی تسلیم نمیشیم. 15 روز خیلی حرکت مدنی بسیار عظیمی بود که حرکات مدنی وسیعی رو پشت خودش کشون. اونجا موجودیت یک تشکل مشخصه، اونم به اصطلاح چون سمبولش رفیقمون زنده یاد فؤاد مصطفی سلطانی بود. و بعدش تصمیم بزرگی که در 28 مرداد وقتی که فتوا داده شد، یعنی حکومت تازه به دوران رسیده دید نمیتونه اسلام رو بر کردستان، اسلام سیاسی رو بر کردستان حاکم بکنه، فرمان جهاد داد و 28 مرداد فرمان جهاد داد. این یک تشکل بسیار منسجمی بود که گفت خلق کرد در بوته آزمایش باید مقابلش وایساده. بیگمان اگر کومله نمی بود و این موضع بسیار شفاف و روشن رو نمی داشت، پدیده به نام جنبش مقاومت خلق کرد وجود نمی اومد که بعد از اون بازم گسترش خودش رو پیدا کرد. و این به حساب پروسه‌ای که عرض کردم به این ترتیب بود. و اما همین تشکل که این شکلی عرض کردم در مورد شورای شهر سنندج که اون هم یک پدیده بسیار بسیار نادر در تاریخ ایران بود، هیچکی ندیدش. یعنی حتی اون موقع خود اون تشکلاتی که میخواست در واقع شکل بگیره همون کومله خودشم نتونست درش
دخالت بکنه. به عنوان عضو کسی بود در اونجا، ما در عضو اون شورای شهر بودم، انتخاباتی شد و در واقع تداوم قیامی رو در کردستان میشد دید. نمونهش رو همین وجود شورای شهر، شورای انقلاب اومد سنندج و جالب اینی که یک متنی رو یعنی اونا متوجه شده بودن که کردستان جایی که جای اسلام سیاسی نیست. یک استانداری رو با خودشون آورده بودن که تو عمرش شاید یه صلوات هم نداده، اونم که ابراهیم یونسی جز افسران حزب توده که چون در یک حادثه هوایی پاشو از دست داده بود حکم اعدامش به اصطلاح ملغا شد و این آدمی که به اصطلاح نمیشه مترجم بود، مترجم معروفی هم بود و گمان نکنم یک صلوات هم تو عمرش داده باشه و این رو به عنوان استاندار آوردن سنندج. حکومتی جمهوری اسلامی یک نامسلمان رو میاره سنندج. چرا؟ چون میبینه اون میدید فضای در واقع غیر اسلامیه. این نکته خیلی مهمه. و الا ما مذهبی داشتیم یک کسی مثل مفتی زاده که این پدر جدش اینا حاکم شهر بودن، مفتی بودن در زمان گذشته و حتی در زمان شاه هم که دادگستری ها یک متشرع داشتن برای بعضی از احکامشون حکم شرعی رو هم میخواستن و در همه ایران همش بود و در کردستان هم خانواده مفتی بودن. عموی اون بود و همین خود مفتی زاده سال 55 حاکم شرع رسمی بود. خب این مدرسه قرآنی هم داشت در زمان شاه، اجازه فعالیت داشت. بعدش هم حزب مساوات اسلامی به وجود آورد، حتی کنفرانسی رو گذاشت، جلسه کنگره رو گذاشت و به عنوان اینکه خودمختاری اسلامی در کردستان کنگره رو گذاشت. کسی شرکت نکرد. نکته خیلی مهم بود، نکته مهم این در واقع تفکر بگیریم لایک و این پیچیدگی تاریخ رو چه شکلی بودیم بفهمیم، این آلیاژ حرکت تاریخی رو ببینیم که المان‌های مختلفی رو در خودش میپرورونه و باید همه رو دید. در کردستان رو میشه اگر دوباره مطالعه بکنیم میتونیم اینا رو ببینیم و خوشبختانه اون مسئله به اصطلاح غیر دینی بودن تفکر سیاسی به طور کلی به اون فرهنگ عمومی کمک کرد که شورای شهر سنندج وجود بیاد، انتخاباتی بشه و اونجا همه چی کم و کسری خیلی معلوم میشد. مثلا در همون فضا که میگم 11 نفر باز انتخاب میشدن، 8 نفر از لیستی که مذهبی ها داده بودن انتخاب شد، 3 نفر از لیست غیر دینی ها. ولی جالب اینه که نمیدونستیم چرا اینجوری و همه تعجب کردن، ولی بعد وقتی نگاه میکنیم چون هیچ وقت انتخابات نکرده بودیم، اونا 11 نفر بودن ولی 66 نفر کاندید داشتیم، یعنی بقیه رأیای غیر مذهبی تقسیم شده بود، بین 56 تا تقسیم شده بود و طبعا هر کدوم از ما رأیمون کم میشد نسبت به اگه اون کاندید به اون ترتیب نمیشد. و بعد این چیزایی که خب مال جوونیه هیچ وقت نمیبینیم. ولی جالب اینه که همون 11 نفر فقط 3 نفرشون حاکمیت دینی رو قبول داشتن، 5 نفر دیگه شون مسلمانای آزادی خواهی بودن، آزاداندیش بودن. وقتی که کسی رو مأمور میکنن، چون حالت شورایی داشتیم، یعنی برای مأموریت مشخصی 1 نفر سخنگو میشد و در همه جا اون 1 نفر سخنگو کمونیست بود و اون 11 نفر یعنی اون 5 نفر از اونا به طور مشخص 8 نفر رأی می آورد که خیلی مأموریت ها رو به عهده من گرفتن. من نه به کسی صلوات داده بودم نه از چیزی پایین اومده بودم. نکته همین مسائل خیلی جالبی رو داره که امیدواریم با بررسی کردن اونا و مسائلی که پیش اومده به عنوان دستاورد نگاه بکنیم. همون موقع خیلی نکته ها رو داشت، خودشون هنوزم هست
که در روز 5 فروردین همون شورای انقلاب که باز بهشتی و طالقانی و بنی صدر و رفسنجانی و اینا و وزیر کشورمون موقع بود احمد حاج جوادی به شما اینا همشون قبول کردن، یک 7 ماده‌ای رو دادن که نکته های جالبی درش هست. قبول کردن که در سنندج، در سنندج ولی بعدا نوشتن مثل شهرهای دیگه مردم کمیته های اسلامی منحل اعلام میشه، امضا کردن و این چیز کوچیکی نبود ولی هیچ کدوم نتونستیم. اونا خودشون جیب زدن، پشتش نگرفتن. ما جماعت هم هممون ندیدیم اصلا. من مطمئنم از تمام رفقا و در واقع هم ریشه خودم که میسیان سال داریم هیچ کدومشون یک بار هم متوجه نشدن که همچین متنی رو شورای انقلاب امضا کرد و به روزنامه اطلاعات و کیهان حداقل داد که بله این تجربه رو امیدوارم بتونیم تو فرصت‌های بعدی هم دنبال کنیم، چون هم که گفتید تو هر قسمتش یه جزئیات بسیار مهمی است. ولی تو همین گفتگوها از جمله گفتگوهای امروز خود من با فاصله دارم میبینم که جمهوری اسلامی یک واقعا فرصت طلبی عجیب غریبی هم داشته. تو تهران یه جور رفتار کنه، تو کردستان یه جور، تو جنوب ایران یه جور دیگه. یعنی مثل یه آفتاب پرست هر جا که هوای سیاسی پس بوده خودش رو همرنگ جماعت میکرده. به قول شما برای اینکه زندگی کرده. اون از 300 سال بود، از زمان صفویه به بعد با مردم زندگی کرد. اون شبکه طلبه ها، شبکه مرجع تقلید تا عوام رو نباید شوخی گرفت. که موقع تلویزیون و رادیو اینا که نبود، ولی آقایی که فتوا میداد 2 روز بعد همه اون موقع همه این رو میشنیدن و عمل میکردن. این تحریم هایی که میکردن چرا مهم بود؟ برای اینکه اون شبکه وجود داشت. به اون شبکه انتقالی بود که ما این رو نمیدیدیم ولی خودشون باش زندگی کرده بودن. همونطور که میفرمایید بله اونا میشناختن. ما طبعا جوان بودیم، نسل بعد واقعا کسی نبود، جوان بودیم، امکان فعالیت نداشتیم. یا زندان بودیم یا تحت نظر. خب این که نمیشد فعالیت کرد. بله یکی از مسائل دیگه هم از داخل صحبت خود شما بود همون زمان ندادن که اصلا سازمانی شکل بگیره، سازمانی سر و سامون بگیره، زمان میخواد. و این تشتت هم که جای دیگه با اون انتخابات سنندج نمونه بارزش که خب میشد یه هماهنگی کرد، یه لیست مشترک داد. مثلا دیگه اولین قدم بود یه ما بعد از قیامه کسی هر کسی خودش میگه محمد همه یعنی چیز خاصی نیست، طبیعی قضیه است. ولی منظورم که با چه کم و کسریایی و با چه جوونیایی هستیم و خیلی کار خیلی سنگینه. برای آینده هم خیلی سنگینه. من ممنون از وقتی که گذاشتید. امیدوارم بتونیم باز دوباره با یه گوشه کنارهای دیگه تو بحث دیگه این مجموعه پیچیده رو بیشتر روشن کنیم. ممنون از وقت شما. منم سپاسگزارم از شما.